کشتی حساس دیگه بعد از پیروزی کامران قاسمپور مقابل کادیف. حالا برای فینالیست شدن باید مقابل این کشتیگیر امریکایی قرار بگیره. دیوید تیلور هم که کنار دوشک نشسته و وظیفه هدایت والنسیا رو به عهده داره. از اون کشتیگیرای شلوغکار، قد و قامتش هم تقریبا مثل کادیف. یه لحظه دست کامران به صورتش برخورد کرد. تماشاگران مثل همیشه سنگ تموم میذارن برای کامران قاسمپور و تمام کشتیگیرای کشورمون. امیدواریم که بتونه اون عملکرد همیشگی خودش رو به نمایش بذاره. کسی که موفق شده دوبار جیدن کاکس رو شکست بده طبیعتا میتونه از پس این والنسیا هم بر بیاد. دو سه باری نشون داده زیرگیری و زاهد والنسیا داره با فاصله کشتی میگیره با کامران قاسمپور. یه برخورد به وجود میاد کاملا ناخواسته بود. تو رفت و برگشتی که به وجود اومد یه ضربه به صورت والنسیا برخورد کرد. سال هاست والنسیا بین 92 و 86 در حال تردده مثل کامران قاسمپور. آخرین باری که تو 86 کشتی گرفت کامران 2019 بوده، در حالی که این والنسیا همین امسال موفق شد که طلای رنکینگ کرواسی رو به دست بیاره. طلای پان امریکن هم گرفت. 2023 بیشترش رو توی 92 کیلوگرم سپری کرد. دچار خونریزی هم شده اونجا. والنسیا استراحت پزشکی براش در نظر میگیرن. دیوید تیلور هم از فرصت استفاده میکنه، باهاش صحبت میکنه. اون یکی کشتیگیرش که امروز بد باخت، هنریکسن، شکست خورد مقابل قربانوف هم که به شاریپوف باخت کشتی خودش رو و از گردونه رقابت ها کنار رفت. شاگرد دیوید تیلور. ببینیم والنسیا چه اتفاقی براش رخ میده. دوباره توسط داور کشتی آغاز میشه. فعلا این والنسیایی که داره بیشتر کار میکنه. کامران مثل همیشه مسلط وسط دوشک رصد میکنه حرکات والنسیا رو. این بار رفت برای پای چپ کامران که موفق نبود. فقط داره نشون میده. داورم تذکر میده به کامران. درخواست اخطار 30 ثانیه میشه برای قاسمپور. مسابقات جهانی با آذرپیرا تو 92 کشتی گرفت که اونجا آذرپیرا رو شکست داد. وزن تخصصی آذرپیرا نبود. برد و باخت زیاد داشته با کشتیگیرای ما. زاهد والنسیا با یه فینالیست داشتیم. احمد جوان موفق شد به فینال راه پیدا کنه. امیدواریم که قاسمپور دومین فینالیست ما باشه. برای زیرگیری رفت اما موفق نبود. داره تموم میشه 30 ثانیه کامران قاسمپور. مثل همیشه وقت اول رو یه جورایی مدارا میکنه. امتیازو دادن. چه قرص خوبی کرد زاهد والنسیا. دستش داره کار میکنه، با فاصله کشتی میگیره، ولی قطعا میدونه که چقدر تو زیرگیری خوبه کامران قاسمپور. 50 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول زمان باقی مونده. دوباره برای زیرگیری نشون میده کامرانه که این بار میخواد قوس کنه. دستاش داره بهتر کار میکنه توی این لحظات کامران قاسمپور. کشتی با کادیف خیلی اذیت شد. یه بار دیگه برای زیرگیری نشون میده نمیتونه از دستای بلند والنسیا رد بشه. حالا داور از والنسیا میخواد که بیشتر کار کنه. کمتر از 30 ثانیه زمان باقی مونده. یه لحظه نشست برای زیرگیری. والنسیا تبدیل به دخم میکنه و اونجا خاک میکنه قاسمپور. امتیاز برای زاهد والنسیا. غافلگیر کرد کامران قاسمپور رو. ببینید یه لحظه قوس کرد، از بغل نشست، زیر رو گرفت و یه بار دیگه کامران رو خاک میکنه. چه اتفاقی افتاد؟ تا کارگردان بیاد برگرده کشتی 5-0 شد. یه مقداری شرایط کشتی داره عجیب غریب پیش میره. سخت هم بلند میشه اونجا کامران قاسمپور. لول فنیش خیلی بالاتر از زاهد والنسیا است. دوباره باید یه بازگشت رو ببینیم از کامران توی 3 دقیقه دوم. اول باید از این دستای والنسیا رد بشه. تموم میشه 3 دقیقه اول. میرن برای 30 ثانیه استراحت.
کشتی‌های سختی رو گرفت امروز، مخصوصا کشتیش با کادیف خیلی اذیت کرد کامران رو. اونور رقبای سختی نداشت، لتونی رو برد، الجزایر رو شکست داد و دیوید تیلور این بار به عنوان مربی داره زهر خودش رو میریزه. اینم لحظه‌ایه که زیرگیری کرد و موفق شد کامران رو خاک کنه والنسیا. اینم اون زیر دومی بود که از کامران گرفت و خیلی راحت‌تر قاسمپور رو خاک کرد. واقعا یادمون نمیاد اینجوری راحت زیر داده باشه کامران به کشتیگیری، اما والنسیا این کار رو انجام داد. 5-0. امیدواریم تو 3 دقیقه دوم بتونه اختلاف امتیازها رو جبران کنه کامران قاسمپور با حملات خودش. قشنگ پتانسیل بردن والنسیا رو داره، هنوز حملات خودش رو شروع نکرده. به سبک جردن بروز میبینید زانو میزنه، کامران قاسمپور داره تعقیبش میکنه، قوس میکنه، سعی میکنه فاصله بگیره با کامران زاهد والنسیا. تیلور حواسش هست به همه چیز، نکات رو به کامران میگه. زمان داره به سرعت برای کامران، سپری میشه، یه زیرگیری در رفت اونجا والنسیا، نتونست خاک کنه زاهد والنسیا رو. دوباره باید بره، یه لحظه کامران رو از دوشک خارج میکنه. 6-3. چه کشتی داره میگیره زاهد والنسیا. اختلاف امتیاز زیاد شده، 3 تا زیر باید بگیره از زاهد والنسیا. میتونه، پتانسیلش رو داره، ولی واقعا سخته. کامران قاسمپور یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال طلا بود. کشتیگیری که تو 92 2 بار قهرمان جهان شده. زیر اول رو گرفت از والنسیا، میتونه خاکش کنه، در میره. زیر رو گرفت اما پا رو در آورد والنسیا. چقدر آماده کشتی گرفته. کامران خسته به نظر میرسه، قدماش وسط دوشک سنگین. کامران قاسمپور قوس میکنه، والنسیا به پا میرسه. چه بلایی سر کامران قاسمپور اومده. 7-3. چه بلایی سر کامران قاسمپور اومده که اینجوری به پا میرسه و نمیتونه خاک کنه. حیف واقعا ببازه به زاهد والنسیا کامران قاسمپور. اصلا کشتی خودش رو نگرفته قاسمپور. یه بار دیگه مثل ماهی از دستاش لیز میخوره و در میره والنسیا. باز هم تو 86 کیلو داریم اسیر کشتیگیرای امریکایی میشیم. 7-0. زیرهای ناقصی که پشت سر هم داره میگیره و زاهد والنسیایی که داره در کمال ناباوری به فینال رقابت ها راه پیدا میکنه. 40 ثانیه به سرعت زمان داره سپری میشه. انگار تمام توانش رو توی کشتی کادیف گذاشته بود کامران قاسمپور. یه همچین کشتی مقابل اسنایدر ازش دیده بودیم. به پا میرسه، خاک نمیشه. 2 بار به پا رسید اما خاک نشد والنسیا. ده ثانیه تا پایان کشتی زمان باقی مونده. رقص پا میکنه زاهد والنسیا و در کمال ناباوری موفق میشه تو نیمه نهایی کامران قاسمپور رو شکست بده و راهی دیدار پایانی بشه. باورش سخته، اما هم کامران قاسمپور باخت، هم کادیف حذف شد. خسته نباشید میگیم به کامران قاسمپور. کامران همیشگی نبود توی